به نظرم این جهان پر رمز و راز هستی خیلی جالبه، چون ما باید حقیقت رو از دلش کشف بکنیم. مثلا علم یعنی همین. حالا علوم تجربی، پایه و ریاضی به یک شکل در قالب فرمول هایی که مثلا توی ریاضی و فیزیک و غیره شاهدش هستیم، و در علوم انسانی که متافیزیکیه به شکل دیگه. فکر میکنم یکی از اون کلیدواژه‌های مهمی که در علوم انسانی یک فرمول در جهان هستی، کلیدواژه ساده‌ایه که فرنگی‌ها بهش میگن کلابوریشن و ما در زبان فارسی میگیم همگرایی و عرب‌ها بهش میگن تعاون. و شاهد این هستیم که در دین اسلام روی این کلیدواژه تعاون و همکاری به عنوان یک دال مرکزی محتوایی تاکید ویژه‌ای شده. این یعنی ما چه بخوایم به امر اخلاقی دست پیدا بکنیم که اخلاق چیزی جز توجه به غیر و دیگری نیست، چه بخوایم در حوزه اجتماعی به رشد و توسعه در شاخص‌هایی مثل اقتصاد دست پیدا بکنیم، حتما به این کلیدواژه نیاز داریم. اما مانع کار کجاست؟ چه چیز باعث شکاف و اختلاف و فاصله میان ما آدم‌ها میشه؟ این سوال یکی از محورهای مهم علوم میان رشته‌ای ارتباطاته و اصلا زمینه‌هایی در جهان اندیشه مثل پدیدارشناسی که به ساختار آگاهی و ادراک انسان می‌پردازه، یا زمینه‌هایی مثل زبانشناسی بسیار راهگشاست. مثلا هرمنوتیک یا تفسیر و تأویل متن دانشیه که ابتدا از زبانشناسی آغاز شد، از حوزه ادبیات آغاز شد و توسط اندیشمندان به جهان فلسفه راه یافت. توسط اندیشمندانی مثل هگل، مثل شلایرماخر آغاز شد. با هایدگر به رشد و شکوفایی رسید و با فیلسوفی که امروز میخوایم در مورد یکی از نظریات بسیار مهمش صحبت بکنیم به اوج خودش رسید. آقای هانس گیورگ گادامر، فیلسوف آلمانی که به قول ما ایرانی ها 100 سال عمر با عزت از خدا گرفت. متولد 1900 میلادی بود و تا سال 2012 که چشم از جهان فرو بست آثار بسیار درخشانی رو به خصوص در زمینه هرمنوتیک به یادگار گذاشت. اگر موافقید بریم از زبان خودش اهمیت توجه به هرمنوتیک رو بشنویم. Nennen wir das aber jetzt Hermeneutik. Ich glaube deswegen, weil wir erstmals sehen, dass das in anderen Disziplinen schon vorhandene Hilfsmittel einer Lehre von der Auslegung von Texten eine viel weitere Bedeutung hat, als nur sich auf Texte zu beschränken. Oder sagen wir besser, dass es sich um den Text der Welt handelt. Oder vielleicht gar um den Text der Weltgeschichte, den wir auf unsere Weise auszulegen und damit mit uns selbst uns zu verständigen die Aufgabe haben. در واقع اندیشمندان هرمنوتیک پرداز روی زبان تأکید ویژه‌ای دارن به عنوان اولین و مهمترین عامل ارتباطی و در زبان شناسی میگن که ما یک متن داریم، یک فرامتن داریم، یک زیرمتن داریم که همه اینها در کنار هم منجر به این میشه که در یک فرایند ارتباطی مخاطب ما یک تفسیر و تعبیری از اون متن داشته باشه که خیلی وقتا ممکنه با اون منظور و هدف کسی که اون پیام رو خلق کرده هم در تضاد باشه و هرمنوتیک کمک میکنه که این فرایند ارتباطی درست‌تر شکل بگیره و امر درک و فهم کامل بشه. خب این رو شنیدیم که خیلی وقتها خیلی ها گلایه میکنن ای بابا ما درک نمیشیم، ما فهمیده نمیشیم یا حرف ما درست فهم نمیشه. دقیقاً هرمنوتیک بحثش همین جاست.
حالا اگه بخوایم در قالب یک داستان به موضوع بپردازیم، حکایت فیل در تاریکی یکی از داستان‌های مهم جهان شرق که در مثنوی معنوی هم مولانا خیلی خوب اون رو تعریف کرده. داستان عده‌ای که تا به حال فیل ندیدند و در یک اتاق تاریک با یک فیل مواجه شدند و بهش دست میزنند و هر کدوم به یکی از اجزای این فیل دست میزنند، تو ذهنشون از اون یک تصوری دارن که با واقعیت فیل خیلی فاصله داره. این تعبیر و تفسیر خیلی وقتها به این شکله و آقای گادامر از کلیدواژه‌ای استفاده میکنه به اسم افق که حالا فرنگیش میشه هورایزون و این همون بافتیه شامل شخصیت ما، فرهنگ ما، خانواده ما، طبقه اجتماعی ما، تحصیلات ما، اینکه مرد باشیم، زن باشیم، شرایط فیزیولوژیکمون و خیلی چیزهایی که اون شاکله شخصیتی ما رو میسازه و اون در قضاوتی که ما داریم در مواجهه با هر پدیده‌ای در جهان هستی تأثیر میگذاره و آقای گادامر این تفسیر رو رد نمیکنه و میگه که این یک امر طبیعیه و ما هیچ وقت نمیتونیم از اون چیزی که اون مؤلفه ها یا بافت شخصیتیمون یا به تعبیر افق فردیمون هست فاصله بگیریم. اون میگه که ما باید به یک آمیختگی افقی بین آدم ها دست پیدا بکنیم و اون رو تحت نظریه مهم و قابل توجهی به اسم همجوشی افقها مطرح میکنه. به زبان ساده یعنی ما باید بتونیم در یک فرایند ارتباطی با وجود هر افق شخصی که داریم، حالا هویت و ملیتی که داریم، با آدم‌هایی که ممکنه کیلومترها فرهنگشون و سبک زندگیشون از ما فاصله داشته باشه در کشور دیگه، در مواجهه با هم باید بتونیم این افق‌هامون رو با هم رشد و گسترش بدیم و به افق‌های مشترک برسیم. این در حوزه ارتباطات میان فردی میتونه خیلی از مشکلات خانوادگی و زندگی ما رو حل کنه. در حوزه اجتماعی و روابط کاری به شکل دیگری تنش‌ها رو کاهش بده و در حوزه دیپلماسی و روابط بین الملل هم میتونه کشورها رو به یک در واقع همزیستی مسالمت‌آمیز برسونه. اما لازمش توجه به کلیدواژه‌ایه که حالا یونانیان باستان بهش میگفتن لوگوس، یعنی متن یا کلام یا به تعبیری عقلانیت، آنچه که باعث قدرت درک انسانه و این در قالب گفتگو یا کلیدواژه یونانی که به نظرم معادل پارسی نداره و خیلی گویاتره، دیالوگ شکل میگیره. دیالوگ از دو واژه تشکیل شده، دیا یعنی دو و لوگ همون لاجیک یا شناخته، پس به عبارتی میشه گفت دیالوگ یعنی دوشناسی و اینجاست که آقای گادامر میگه که ارتباطات یا اون همجوشی افقها بیش از دیدن یا گفتن نیازمند شنیدنه. ما اول باید سعی بکنیم به یک شناخت و ادراکی از اون اثر، متن، زمینه یا کلام دست پیدا بکنیم و بعد از اون بتونیم منظور خودمون رو در قالب یک افق مشترک منتقل بکنیم و این افق رو گسترش بدیم. گسترش این افقها باعث پیوندهای آدم‌ها میشه. هر چقدر که این افقهای فردی محدود باشه، روابط آدم‌ها محدودتر و پرمناقشه‌تر میشه. پس میتونیم به این نتیجه برسیم که نظریه همجوشی افقهای آقای گادامر با تأکید ویژه‌ای که روی دیالوگ داره میتونه خیلی کارگوشا باشه در جوامعی که دچار بحران گسست هستند و نیاز به همگرایی و ائتلاف و وفاق ملی دارن برای دستیابی به اهداف بلندشون و حتما در این روز و روزگار ایجاد زمینه‌هایی برای گفتگو، برای در واقع دیالوگ میتونه به ما کمک بکنه و نیازمند اینه که در وهله اول با اون افقهای شخصی به قضاوت نپردازیم. سعی بکنیم آدم‌ها رو، طیف‌های مختلف رو با اون افقهایی که دارن بپذیریم و در یک فرایند ارتباطی بتونیم با اونها افقهای مشترکی رو
گسترش پیدا